سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوام راجع به کمپ اولیه صحبت کنم. همونطور که توی پست قبلی گفتم، ما رو بعد از 1 هفته به ایالت تورینگن کمپ زول منتقل کردن. اونجا بهمون یه اتاق به همراه پتو، بالشت، روتختی و وسایل بهداشتی دادن. روز دوم یک سری آزمایش از ما گرفتن و واکسن بهمون زدن. بعد از این کارا آیدی کارت برامون صادر کردن که برای ورود و خروج و غذا خوردن باید از اون استفاده می‌کردیم و در مدت زمانی که کمپ بودیم باید حداقل هر 24 ساعت یک بار اون رو اسکن می‌کردیم. در غیر این صورت کارتمون باطل می‌شد و باید از اول همه اون کارها رو انجام می‌دادیم. بعد از آیدی کارت واسمون اوسوایز یا در واقع کارت شناسایی صادر کردن که توش زده بود فقط میتونیم توی شهر زول اقامت داشته باشیم. اونجا واسه پناهجوها هر هفته برنامه‌های مختلفی برگزار میشد، مثل کلاس زبان، کافی شاپ، کلاس خیاطی، پینگ پونگ و غیره که حالا توی پست‌های بعدی بیشتر راجبشون صحبت میکنیم. اگر از اکسپلور میایم پیجمون رو فالو کنین تا تجربیاتمون رو در پروسه پناهندگی باهاتون به اشتراک بذاریم.